با عرض احترام مجدد خوارا و برادرای عزیز، شما دیدین هاشمی صاحب موضوعاتی که دکتر سپیرت برانداخته حرکت وحدت و آزادی را به طور مکمل به شما تشریح کرد. ما شما باید یک راه را پیدا کنیم که منافع ملی افغانستان در نظر گرفته شده باشه و ای که دکتر صاحب را برای انداخته و اگر کل ما ایره به اصطلاح ایره سپورت کنیم و همراه دکتر صاحب باشیم. شما ببینین عادت پاکستانی ها را یا عادت ایرانی ها را وقتی که اونا یک جای میرن یک نفر باعث کلان انتخاب میکنن، کلش در پشت میرم و کار انجام میتن. نیست که دعوا و دنگله باشه و دو بگوید که تو نمیفهمی من میفهم، من نمیفهم تو میفهمی، یا دیگه مشکلات خلق کنن. ما افغان ها باید همین کلتور خود به اصطلاح تغییر بدیم. وقتی که یک برادر بزرگوار باعث کلان یک کار که منافع ملی مردم افغانستان در تامین شود یک حرکت برام اندازه و ببینید که از نگاه معقولیت شوال ببینین و شما ببینین که اهداف چیست و این حرکت به کدام جهت میره. اگر جهت ملی داشته باشه شما باید از سر تا سر اروپا و امریکا و کانادا ما ایره سپورت کنیم. چرا بعد از داود خان شهید خداوند جنت‌ها را جایش کنه که سایر مردهای ما نتونستیم که درد مردم افغانستان ما دوا کنیم. شما میفهمین که عملات پاکستان بالای افغانستان، این انتحاری ها را که آیسای روان میکنه داخل افغانستان، این موضوعات ریفیوجی ها را شما میبینید که داخل پاکستان، ما هر روز از پاکستان تلفن میگیرم، ما تلفن ما میگیرم که با ما همشیرا تلفن میکنه که با ما پیسه نان ندارم، دنی میشاو تلفن میکنن، دم صبح تلفن میکنن که ما پیسه نان نداریم، چطور کنیم؟ متین صاحب ما دو زن هستیم که مادر خود هستیم، اینجا مجبور که شما کمک کنید. ریفیوجی های ما رو ببینید داخل ایران با چی وجه که از اینا معامله میکنن ایرانی ها. باور کنین که شکلی که افغان ها معامله میکنن در یونان و در ایران و در پاکستان، اینجا مثل که خدا نخواسته اینا بشر نباشن. ما دائم افغان ها خان بوده و همین احترام عزت خود دوباره به دست بیاریم و ما کوشش کنیم که تمام شرایط سیاسی بین المللی را با منفعت خود چرخ بدیم. شما ببینیم اگر در اروپا هم ما زندگی میکنیم، این نمو حرکات کونه پیخی، حرکاتی که یکی به ضد دیگه و حرکات انجام میتیم که حتی قابل خنده است. حرکات است که گرچه در اروپا هم ما زندگی میکنیم و اروپای تاثیر نکرده بالای ما. موضوع دیگری که ما میخوایم راجع به او گپ بزنیم همین طرح طالباست و این طرح طالبا آقای کرزی یا 13 سال یا 12 سال که کار کردن، طرح معقول را نآورده بودن، فلهذا تمام وقت و پول ضایع شد و این طرحشان مورد قبول طالبان قرار نگرفت، مورد قبول ما هم قرار نگرفت، برای که اشخاصی که دستشان ناپاک بود و اوی کمیسیون شامل بودن و نتونستن کدام راه حل معقول را برای حل مسئله افغانستان به اصطلاح با وجود بیارن. ما در برنامه گذشته طرح طالبان را ما اعلان کردیم و در این طرح پیش از اینکه ما طرح طالبان را اعلان کنیم ما میخوایم که برادرای طالب سر چند موضوعات ما چندین سوال ها دارم، از اینا میکنم که اونا سر این موضوع فکر کنن. اول، آیا کنترل خط دیورند توسط پنجابی ها اشغال نیست؟ سوال دوم، پاکستان کنترل خاکای افغان ها را داره و تمام زندگیتان توسط پنجابی ها کنترل میشه و این پنجابی ها شما را شهید میکنه و برادرای هزاره ما، برادرای بلوچ ما را. آیا این استعمار پنجابی و امریکا و ناتو یک چیز نیست؟ آیا مسئولیت اولتان
استعمار پنجابیاست یا امریکا و یا ناتو؟ شما ایره فکر کنین برادر طالب اگر که پنجابی ها در خط دیورند ازشون نباشه و پنجابی ها داخل خود افغانستان مداخله نکنه و این انفجاری ها روان نکنه، ما چی ضرورت داریم به امریکا یا به ناتو؟ شما فلحاظ وظیفه شما ایست که کسایی که انفجاری میکنه و کت آیسای همکاری میکنه که برنش صوت آیسای است که سر افغانستان بسیار یک برنش خطرناک است، سر افغانستان واکار میکنه. شما کتازی همکاری نکنین. پاکستان، آیسای و اردوی پاکستان 10,000 لیدر افغان کشته. 10,000. The Pakistan ISI and Pakistan Army لزر افغانی مشران واجل کلیده. تاسه ما وخواه سومنی امریکا او ناتو افغانی مشران واجل ده. آیسای و دولت پاکستانی، دولت نظامی پنجابی پاکستان 10,000 افغانای ما را کشته. و شما نشان بتین که یا امریکا یا ناتو چقدر افغان ما را کشته، مشرایشه. شما فکر میکنین که سوال است برادرای طالب که ژاپن، جرمنی، عربستان سعودی، قطر، دبی، کویت ممالکی بسیار لوده است، ساده است که کت امریکا معامله میکنه؟ و شما فکر میکنین که شما هوشیار هستین؟ چرا عربستان سعودی امریکایی ها را در خاک خود مانده و چرا پاکستان در اسلام آباد در اوجه اقتدار کثیر قوای امریکایی را مانده؟ و شما را آیسای روان میکنه میگه که شما با ضد امریکا جنگ کنین و با ضد دولت. آیا پاکستان دشمن طالب است یا دوست طالب است؟ و دیگه از همه مهمتر این سوال است: چرا طالبان شما برادرای طالب موضوع دیورند خلاص نمی کنین که در مقابل امریکا، ناتو و دولت افغانستان جنگ میکنین؟ امی منفعتی که دولت پنجابی از شما میبره، امی کسایی که انفجاری است یا میاد در خاک افغانستان افغانا را میکشه، پل ما را از بین میبره، فابریکای ما را از بین میبره، خواهر ما را میکشه، اولادای ما را میکشه، بیادرای ما را میکشه. شما چی فکر میکنین که وظیفه‌تان آیا مبارزه با در مقابل همه اشخاص است یا دولت پنجابی آیسای است، یا شما بیاین برادرای افغانتان بکشین؟ خود تمام این پرابلمی که در افغانستان است کلش توسط آیسای و پنجابی ها خلق شده و شما را تا نمیمونه که برادر دیگه یک جای شوین، بین شما تفرقه انداخته. به این اساس شما مسئولیت کار ببینین. اگر ما یک جای شویم پس بیاین در خانه تان و او طرف خط دیورند هم خانه شماست، ما یک جای شویم و این پنجابی ها را بکشیم، ما کدام پرابلم داریم؟ نداریم. اگر شما بیاین اتفاق اتحاد کنین که مردم افغانستان و هم برادرای افغانتان است، ما فکر میکنم که دیگه مشکل در افغانستان نیست. سوال دیگه: آیا طالبان زمینی پول پیدا کردن برای پنجابی ها آماده میسازه یا کدام کار دیگه میکنه؟ آیا طالبان زمینی پول پیدا کردن برای پنجابی ها مساعد میسازه یا نمیسازه؟
یعنی به این ترتیب شما ببینین که امریکا اعلان کرد که 5 بیلیون در 5 سال آینده برای پاکستان میتونه خاطر که تروریسم مبارزه میکنه. تروریسم یعنی کی؟ پنجابی ها. شما برین 100 میلیون دلار یک پنجابی رو بتین خدا نمیکفانه. 100 میلیون دلار. و یک افغان ما که از نظر اقتصادی یک طالب ما از نظر اقتصادی او دیگه چاری نداره بغیر از این که برای فامیل خود خدمت کنه، یک 800 دلار میگیره خود انفجار میکنه. و دیگه در موضوعات دینی را پاکستان آیسای یک شعبه داره، شعبه سایکولوژیک روانی و تکنیکی مکانیکل میگه و او وظیفهش تنها نمیسته که پف کده بره در گوش افغانای ما که این کار که شما میکنین این کار جهاد است، برین شما در مقابل دولت افغانستان مبارزه کنین، برین مردم افغانستان رو بکشین، برین فابریکا را از بین برین، برین پلا را از بین برین مسجدها را از بین برین. شما ببینین که کارهایی که سر شما میکنه دولت پنجابی آیسای نزول دین اسلام سر شما با وجود میاره. انفجاری کیست؟ باز هم یک افغان ماست. شما نشان بتین یک پنجابی خود انفجار کرده باشه، نشان بتین یکی را. سوال دیگه، دوام جنگ آیا حقیر ساختن پشتونا و افغانا نیست و دوام نوکری افغانا در مقابل آیسای و پنجابی ها؟ سوال، یعنی دوام جنگ، شما که انفجاری میایین و حمله میکنین، دوام جنگ حقیر ساختن افغانا و نوکر بودن افغانا در مقابل آیسای و پنجابی ها نیست؟ پیش از 2001 پیش از اینکه امریکا بالای افغانستان حمله کنه در حدود 80 تا 1 لک فوجی های پاکستانی در داخل خاک افغانستان بود. یعنی عسکرای برحال پاکستان در داخل افغانستان بود. شما چطور میگین که ما استقلال داشتیم در اون وقت؟ آیا شما استقلال دینی و استقلال ملی داشتین از عسکرای پاکستان و از آیسای؟ در اون زمان نداشتین. این موضوعات است که واقعیت است که ما میخوایم در این مورد سرش گپ بزنیم و گپ هم زدیم و به این ترتیب ما میخوایم یک موضوع را تشریح کنیم و اون موضوع است که چی باید کنیم ما. اگر ما عدالت اقتصادی را برای برادرای طالب، اگر عدالت اقتصادی و اجتماعی و سیاسی را در مناطق قوات که زندگی میکنن برآورده بسازیم، یکی. دوم، مشکلات اقتصادی که برادرای پشتون ما دارند در اون مناطق کل آیسای در کنترل است، برای از اینکه آیسای پیسه مفت از امریکا میگیره و افغانا را زیر کنترل خود نگاه میکنه. دو، باید جرگای اسلامی و مذهبی در اون مناطق دایر شود و برادرای طالبه یا برادرای افغان ما را در اوجا موضوع دینی را به شکل واقعیش تدریس برش بتن کی کارهایی که آیسای میکنه اونو با توجهی نکنه. با وجود آوردن یک اکاونت یا به اصطلاح یک پیسه بین‌المللی جمع شود، در یک اکاونت انداخته شود که برای انکشاف اقتصادی و اجتماعی مناطق پشتونشین ما به کار بره. و در این حال یک پروگرام اقتصادی باید آماده شود که در این مناطقی که کلش غیر خاک و جنگ دیگه چیز نیست،
این پروگرام اقتصادی باید این مناطق از نظر سرک و شفاخانه و مکتب و به اصطلاح فابریکات مجهز بسازه. من این فکر میکنم که این مبارزه که شما کردین ممالک بین المللی آماده است که کمک تدابیر بده. و ای که برادرای طالب بیاین داخل خود افغانستان با افغانای خود یک جای در قسمت دفاع از افغانستان و در قسمت آبادی افغانستان سهم مشترک بگیرن، نه ای که بیاین خوارا و برادرای خود شهید کنن. و دیگه ما وقتی که ما گفتم که باز کرسی ها بر اونا داده شود و پیشنهاد پیشتر ما مقصدی بود که وقتی که اونا بیاین داخل خود افغانستان و دوباره از آیسای دور شوند و کدام ارتباطی با آیسای نداشته باشن، اونا قدرت پذیری داره که از افغانستان دفاع کنن و امنیت داخل افغانستان بیارن و از نظر عدالت اجتماعی عدالت تامین کنن که او را خود مردم افغانستان در او وقت و ای که خود از اونا سهم مشترک بگیرن در قسمت آبادی افغانستان از نظر سیاسی و اقتصادی و او بسیار یک کار بسیار مطلوب خواهد بود. ما به این ترتیب ایره ما تیار کردیم و ایره ما میخواهیم که روان کنم ممالک بین المللی به اصطلاح که ایره خود ما صدای برادرای طالب و گوش اونا میرسونم که باید همین مشکل ملی مردم افغانستان حل و فصل شود. اگر ما افغانا که اگر هر نامی که بالای خود میمانیم اگر ما یک جای شویم و اتفاق کنیم دیگه زمینی کنترل پنجابی ها بالای ما نمی باشه. و دیگه ای که وقتی که ما می برنامه پیشنهاد بر طالبان در برنامه گذشته خود ما برودکاست کردم، یکی از این اعضای دیران جرگه از اروپا تلفن کردن و اونا گفتن که وقتی که خودت طالبان را پیشنهاد میکنی نامش نمیگیرم، این موضوع خاطر گفته که برادرای دیگه ما سمت شمال کلش خفه میشن. خب و خودت باید کار نکنی که برادرای ما سمت شمال چی شوه خفه شوه. ما گفتیم که ما خود احترام کل را داریم، اما ما بر یک نفر دو نفر کم توجه نمی کنیم دیگه. به این ترتیب اینا کوشش میکنن که کارهای ملی که ما ادامه دادیم، کارهای ملی که ما میکنیم در او سنگ اندازی کنن. و دیگه امروز ما برای آقای مسکینیار تبریک میگم که باز توطئه دیگه خودم در مقابل ما کردن. این توطئه وقت ما خبر بودیم که در اروپا و ما دیران جرگه دلی خودم اعلان کردیم. در برنامه گذشته ما ایره تشریم دادم که ما هدف داریم که جرگای دلی خود جرگای بلژیم خود ما دایر کنیم و ما سفر کردیم در بلژیم و ایره ما گفتیم که ما رفتیم ملاقاتای داشتیم راجع به دایر کردن امی جرگه های خود و اونا آمدن گفتن که پس آنش توطئه کردن که تو پیسه گرفتی یا کردی. باز با ما تلفن کردن این آدمای غیر ملی نوکر آیسای و ما گفتم که خود میایم در اروپا. باز من جرمنی رفتم و ما بر از اینا کلش تشریح کردم که ما کدام نه چیزی را دیدیم نه ما دست زدیم و این کار خیانت ما زندگی نکردیم و تا از جیب خود ما مصرف کردیم سفر میکنیم. همی آمدن ما در هتل ما خواه میکنیم تا که برنامه را درست کنیم و مردم افغانستان ما خدمت کنیم. و آقای مسکینیار غیر مسئولانه فیلم ها را میگذارن. ما خبر نبودم از این فیلم ها و این خائنا و این نوکرای آیسای این کامرا را پت کرده بودن در جای و غیر از توطئه. در روز اول نامه را ماندن که یا از دیران جرگه از سیایی چی میشن تمویل میشن
حال ما 100 دفعه بر از اینا گفتم که ما خو ملاقات میکنیم، ما باعث مسئول، ما امرای هر کسی که باشه ما ملاقات میکنم، از کسی ما کدام راست ندارم. اما اگر چیزی که مربوط مردم افغانستان باشه ما ایره وعده کردیم از روز اول تا به حال ما در این برنامه میایم و او رو به شما مستقیم میگم که اینی کار شده، اینی کار شده. تا به حال کلش از جیب خودم، از رقریزی خودم، از کار خودم ما دمی رو ما مصرف کردیم و از هیچ کسی یک شانداپلی من تا بالا نگرفتیم. این موضوع قانونی است. نظر به قانون جرمنی کسی که از آگاه نباشه و عکسش گرفته شوه و نفر بندی میشه و دیگه این دعوای شهرت ما خواد کردیم سر از امید این فیلمگیری را امید و مریار کرده و از پلیس جرمنی من تقاضای شهرت کردم و اونا گفتن که این آدم خودش به خیال مزالن چرس می آورد، باز اینا گرفتار شده بودن، بندیم شده بودن، این کارا را میکنه و سر آقای قاصد مالیار، سر آقای آریا و سر امید که شریف امید که این توته را جور کردن و سایر اشخاص که شما دیدین در فیلم و این یک اتهام سمت شمال و یا کتسونو هم ارتباط دارن و همکاری کردن و ما ابو اعلان کردم که ما کت شما استعفا کردم، کت شما کار نمیکنم دیگه. به این اساس ما نمیخوایم شما را درد سر بتم. و شریف حمید موضوعات شخصی خو ما، اما شما بساس باز هم من احترام دارم به کلتان، اما این کار کردین شخصی با می بود من میبخشیدم تانم. رسول الله مبارک میگه خداوند هیچ کس از دیوال شکسته و تهمت ناق دوچار نکنه. ایره رسول الله مبارک دی کار چی میکرد وقتی که رسول الله مبارک حیات بودن، مردم چی میگن کاذب خوارج باز می آمدن رسول الله مبارک متهم می ساختن که تو پیسا را گرفتی، پیسا را دزدی کردی یا کردی. باز عمر رضی الله تعالی عنه و ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه میخواست که یارا بکشه، باز رسول الله مبارک نمیموند که گفت از خاطر من یارا غرض نمیگیرم که باز امپراتوری فارس و امپراتوری روم خبر نشه که رسول الله مبارک نفرای خود میکشه. دیگه این کار است که از نظر قانونی یعنی از نظر قانونی پیش میبرم و این در محکمه جرمنی خواهد رفت و باز ما بیاین اینا همو پروف خود بیارن. و اولی که وقتی که آدم افغان میمان میشه در خانه کسی میره، خو همی افغان بودن از این اجازه نمیده که برای کامرگا کار را پت کردن یا کردن، کامرا را فیلمگیری کردن یا کردن. و دیگه این بی مسئولیتی آقای مسکنیا را نشان میده که این به ضد دایی دیورند بودن با شما پروف شد برادرها و خوارای عزیز، و شما پروف شد که آقای مسکنیا را روز اول در مقابل دایی دیورند بودن و حال هستن و این یک حرکت نامسئولانه را کردن و هیچ وقت آقای مسکنیا را من خودتا نمی بخشم. اما یک چیز ما براتون بگویم که ما تا که موضوع دیورند حل و فصل نکنیم نمیمانیم. خوبی است که ما حال پیشنهادات و پروپوزالایی را که ما روان میکنیم به تمام ممالک و ما باعث مسئولش، ما مسئول هستم که این از نظر سیاسی و ملی موضوع دیورند حل و فصل کنم. ما این از روز اول ما این مسئولیت گرفتیم و تا وقتی که خداوند مرا حیات داده باشه و ما زنده باشم این کار پیش میبرم. این که میشه نمیشه اما ما علاج نمیتیم.
علاج نمیتیم تا که حق مردم افغانستان و حق پشتونای خود ما نگیرم. این حرکت کیا کردن؟ نو برادرای افغان و پشتون. این حق به مقابل از شما کردن، نه به مقابل من. خود چیز کردن نمیتونم. من خودم دائم میلیونر بودیم و تو باز سخن کلان پیسه داشتیم و پیسه دارم، اما این کاری که کامرا را پت کردن، باز اینجا عکس کس را بگی، باز کلان نفرا خود باز یا سیاسی میگه، باز اونجا ما به 1 سال ما یک پلان استراتژی را تیار کردم با دولت امریکا روان کردم که همو پولای 850 میلیون سر پاکستان بند کردیم یا کردیم. او را گرفته نفرا کاپی کرده، باز زنا و اشتکای خود آورده بودن و باز خیش قومای خود آورده بودن. من هیچ خبر نبودم. من 2 شب 2 روز در طیاره سفر کرده بودم، آمده بودم گنگس و گل یا بسیار یک حرکت غیر ملی و خائنانه کردند. یک نفر در خانه خود دعوت کنن، باز عکسش بگیرن، باز اوجا کل چیزا را یا تیار کرده بودند اوجا پیش از پیش. ما خوب برادر، ما خود دشمنتان نیستم. ما غیر از عزت و احترام دیگه چیز ما مقابل شما ما نکردیم. چرا شما این اتهامات و این خیانت میخواین بکنین؟ خب هر صورت ما این در برنامه گذشته خود ما به شما اطلاع داده بودم که یک توطئه است. ما خبر بودیم از این و جرگه دلی رو بخیر ما دایر میکنیم، جرگه بلژیم هم، و از خوارا و برادرای خود خواهش میکنیم که اگر ما را کمک کنن در قسمت دایر کردن این جرگه. و این جرگه از نظر ملی و سیاسی بر افغانستان بسیار قابل ارزش است که شما همراه ما کمک کنین. ما بیاریم یک تلفن بگیریم. بله بفرمایید. ما یک سوال دارم، بسیار میبخشین. همی چینل ما استودیو رو زنگ میزنم و چینل مسکینیار میده و تلفن 818 88 4 70 نه غلط است برادر گل. شما پسان تلفن کنیم، ما ان شاء الله تلفن تو نمیگیرم. یا دلایل بانی ما شما رو میگم، موضوع رو ما خلاص کنم دیگه. بر صورتی پیش ما کدام ورزش هم نداره و ما کدام توجه هم ندارم. خدا کنه که هر فیلم گرفته باشین منتها زمینی کارتون کتما نیست دیگه. چرا حال ما میخواهیم که دیران جرگه را به طرف سیاسی شدن ببریم. موضوعات بسیار بالا رفته و ما میفهمیم که پاکستان فعلا دلش لرزه است و کل کارها و اعمال ما در اون طرف خط دیران بسیار تاثیر مثبت کرده و این کار غیر مسئولانه که آقای مسکینیار کرد و این آدمای بزدل کردن بسیار کار غیر ملی. وقتی که پروف داشتین بیاین بگوین. خیلی کل قانون است. باز ما شما را بازم میگم که قانون است. در جرمنی یک کرایم است، جنایت است که کسی را بدون اجازهش بگیری. و دیگه ای که شما توطئه کنین در مقابل من نکردین. شما ما خو یک شخص هستم، ما میرم هیچ همین کار نمیکنم. ما همین حق افغانای ما رو، حق ملت افغانستان شما میخواین که بگیرین از دست پاکستان بتین و هرگز زیر مجازه نمیتون. یک نفر ما بانم این دایره را ما پیش میبرم. و دیگه ای که این ثبت شده خودم از امریکا است. شما خوش باشین که ما به اصطلاح شما انجام آمدین مردم شناختیتونه با پول ما و با زحمتای ما برادرای ملی داریم. ما این خوش ندارم که ما مقابل کس چیز بگویم. چرا ما دائم به ضد کسایی هستم که یک افغان مقابل افغان دیگه توطئه میکنه و گپای ناسزار میزنه. ما مخالف از او بودم، اما ما این توقع رو نداشتم از شما. شما خواستین آمدیم شیرواری آمدیم در اروپا گفتین بیا این موضوع، ما گفتیم این موضوع دروغ است، این توطئه میکنین در مقابل ما. این در برنامه گذاشتم ما ایرا گفتیم که ما کجا رفته بودیم در برنامه، باز ما او کلیپش براتون مندازم. و ما هیچ چیز از کسی پت نمیکنیم، هیچ چیزی را پت نمیکنیم. ما میریم یک کلیپ نشان میدیم به شما، لطفا با ما باشین. باز ما یک ساعت تلفن شما را میگیریم. Afghanistan ko yau muka yau kuwatsu falak aurat
راسي ټول ورته سجده سو او یقین په پاک سبحان کو خپل خاوره زموږ کعبه ده زموږ د پلار نیکۍ دیره ده راسي ټول ورته سجده سو او یقین په پاک سبحان کو ټول راشي افغانانو سي آباد افغانستان کو یو موټی یو قوت سو خپل خاوره د خپل ځان کړو ټول راشي افغانانو سي آباد افغانستان کو یو موټی یو قوت سو خپل خاوره د خپل ځان کو یو موټی یو قوت ټول راشي افغانانو سي آباد افغانستان کو یو موټی یو قوت سو خپل خاوره د خپل ځان کړو ټول راشي افغانانو سي آباد افغانستان کو یو موټی یو قوت سو خپل خاوره د خپل ځان کړو یو موټی یو قوت سو خپل خاوره د خپل ځان کړو راسي ټول ورته سجده سو او یقین په پاک سبحان کو خپل خاوره زموږ کعبه ده زموږ د پلار نیکۍ دیره ده راسي ټول ورته سجده سو او یقین په پاک سبحان کو ټول راشي افغانانو سي آباد افغانستان کو یو موټی یو قوت سو خپل خاوره د خپل ځان کړو ټول راشي افغانانو سي آباد افغانستان کو یو موټی یو قوت سو خپل خاوره د خپل ځان کړو یو موټی یو قوت سو خپل خاوره د خپل ځان کړو ټول جهان کو ټول راشي افغانانو سي آباد افغانستان کو یو موټی یو قوت سو خپل خاوره د خپل ځان کړو ټول راشي افغانانو سي آباد افغانستان کو یو موټی یو قوت سو خپل خاوره د خپل ځان کړو یو موټی یو قوت سو خپل خاوره د خپل ځان کړو
راسي ټول ورته سجده سو او یقین کو پاک سبحان کو خپل خاور زموږ کعبه ده زموږ د پلار نیکۍ دیره ده راسي ټول ورته سجده سو او یقین کو پاک سبحان کو ټول راشي افغانانو سي آباد افغانستان کو یو موټی یو قوت سو خپل خاوره د خپل ځان کړو ټول راشي افغانانو سي آباد افغانستان کو یو موټی یو قوت سو خپل خاوره د خپل ځان کو یو موټی یو قوت سو خپل خاوره د خپل ځان کو با عرض احترام مجدد معذرت میخوام قرا برادر عزیز خدا کنه ما اضافه روی کرده نباشم اما منتها این حرکت چون اگر حرکت غیر ملی غیر افغانی مثالها ما این فکر میکردیم که یا برای افغانستان کار میکنن اما ما حالا درک کردم که برای اتحاد ملی افغانستان خب معمولا وقتی کسی پول خود مصرف نکنه خب طبعا برای اونا هیچ چیز ارزش نداره منتها چیزی که اونا به اصطلاح کمایی کردن و شهرت که ما غیر از احترام غیر از عزت ما کتازی مردم دیگه هم هیچ کار نکرده بودیم و ای که اینا اتهام سر ما وارد کردن و اتهام غیر قانونی نادرست و یک کاری که هرگز از طرف ما خدا ما را قدرت نده که تو یک کار کنیم و منتها چیزی که به خیر و فلاح مردم افغانستان باشه او کار ما میکنیم و باز هم تکرار و اصرار کردیم میره که هر کاری که از روز اول ما کردیم تا حال ما در برنامه خود ما دائم گفتیم که اینو میایم اگر غلط هم خدا نخواسته کرده باشیم یا هر کاری که باشیم به شما ما او را اظهار کردیم و گفتیم و این موضوع که اینا به شکل سری فیلم پوری کردن یا کردن ما در برنامه گذشته خود گفتیم که ما رفته بودیم ما جرگه را دایر میکنیم و کل موضوعات ما تشریح کردیم و ما رفیقان بسیار زیاد تلفن کردن که اینا توته گرفته مهدی صاحب نرو کل اروپا موضوع خبر بود اما بازم رفتیم ما میگیم که ریگ خشک در دیوال هیچ وقت نمیچسبه و یک چیز غیر نادرست منتها ایره برتان بگویم که در قانون جرمنی فیلمگیری که کسی رضایت داشته باشه خلاف قانون است و دیگه ای که شما باز در محکمه پروف کنین مدرکتان بیارین در محکمه البته باز در محکمه شما پروف کنین باز ببینین که ما فکر میکنم که دیران جرگه صاحب پیسه خواهد شد برای از که هر چیزی دارایی که دارین شما ما در پشت میرم در جرمنی هر چیزی که شما دارین با شما پروف کنین که این گپ شما صحیح است ما که شما کدام کارم ندارم
و نه ما شما را میشناسم. ما زمو وقت گفتم که ما استعفا کردم، کار کردن که شما ما استعفا کردم. شما دیگه که ما این جرگه را به طرف سیاسی بودنش میبریم. شما باید این را در نظر میگرفتین و این را فکر میکردین که همچو کار نمیکردین. بر مقابل من نیست، باز ما تکرار میکنم، مقابل ملت افغانستان است. و ای که ممالک میایه پشت ما، ای به اصطلاح شهرت نشان میده، ای قدرت مردم افغانستان و دیرانجرگر نشان میده که اونا میخواین که بیاین که ما گپ بزنن. ما به حیث مؤسس و مسئولش ما که هر کسی صحبت میکنم و چیزی که به خیر و فلاح مردم افغانستان باشه ما او را صحبت میکنم، باز میایم در تلویزیون براتون اعلانش میکنم. ما این وعده را کردیم و این وعده را در آینده خواهد کردم ما بر شما. و ما جرگه را دایر میکنیم بخیر. صفدر صاحب برش تبریک میگیم برای صفدر صاحب که رئیس دیوان جرگه جرمنی شدن. سالهای سال ما صفدر صاحب کار کردیم. ما چون که از اینا ما بند مانده بودم، ما در جرمنی رفتم. در ظرف 1 ساعت 8 تا 10 نفر آمدن که ما یک جاشتن جوانا. شما فکر کنید که اینا از امو تعداد یک چند نفر که بودن 2 نفر زیاد بالا نرفتن. منتها ما احترام و چی میگه وفاداری که ما که هر کس دارم کلگی برای مشناسته که ما هیچ وقت از اعتبار و احترام کس ما نمیگذارم و دایم احترام هر کس میکنم. و این کار شما شیشتین یکی طول سوال میگه خدا، یکیش صاحب مذهب میگه، یکیش اوجه شده خدا مدیر میگه و یکیش خدا نویسنده میگه و یا میگه کار کردین کار یک شتک. والا ما شرمیدم، ما بیخی شرمیدم. دیران جرگه بفرمایید صاحب. بفرمایید صاحب دیران جرگه. سلام علیکم آقای سیدت خدا کنه سعادت داشته باشین. فرمایشتون میخوایم. زنده باشین. زنده باشین. بله. همین مسئله خط دیران جرگه که از زمان قدیم، از زمان داود خان که شروع شد تا فعلا، یعنی چرا مسئله 5G چرا بالا نمیشه؟ آیا شما فکر نمیکنید در وقت زماندارای سابق همین خط دیران که مسئلهش بالا شد 5G نشد، آیا شما فکر نمیکنید که روی هم رفته از مسائل پشتونیزم در افغانستان باشه که بخواید تو طرف خط دیران با اینا یک جا بسازه با حساب مساحت و با حساب نفوذی دفاع؟ بیخی سوال شما داشتم اگر امیره شما برای ما با مساحت بگوید. اقلا یک بار خیال شد که 5G خاک ما بود. بالکل روی هم نمیشه که غیر دیوران ولی هم خطی شناخته شده فکر میکنم که بین‌المللی است ولی هم نخواد نتیجه بده. باید بره طرف 5G کجا چی میشود؟ فکر میکنم از شما. تشکر لطف کردید صاحب. موضوع 5G یه طور است که ما موضوع 5G را یاد کردیم و یاد میکنیم. خاک افغانستان بود و خاک افغانستان است. انشالله وقتی که ما یک لیدر ملی یا رئیس جمهوری ملی در افغانستان داشته باشیم، او موضوع رو بحث میکنیم و موضوع غرامات جنگی از شوروی رو بحث خواهد کردیم. چرا مردم افغانستان دائم توسط ممالک دیگه بالاش ظلم شده و هدف و مرام ما همیست که دوباره گرفتن حق مردم افغانستان. این موضوع پروانه داره که موضوع دیورند است، موضوع 5D است، کلش حق مردم افغانستان است. ما حق خود میخواهیم دیگه هیچ چیز ما نکنیم. این موضوع افغانی بودن ماست. در 5.5 هزار سال ما یک جای باعث افغان زیر یک نام ما زندگی کردیم که ازبک باشه، تاجک باشه، پشتون باشه، پشهی باشه، نورستانی باشه، کل ما یک چیز هستیم برادر گل. و گپ شما بخیر معقول. ما از این کوشش میکنیم که وقتی که ما گپ زدیم موضوع 5G رو اما رو باور کنین که 1 سال پیش ما برای امریکا روان کرده بودم، کنگرس امریکا، موضوع حل مسئله تروریسم و دیورند و کنگرس امریکا و اونا این پروپوزال ما را گرفتن و ما برای اونا گفته بودم که اختار میتونه که پاکستان بندر گوادر ما را به چین میته. این گپ شد. باز ما برای
کنگرس امریکا میره، ما گفتم که شما در افغانستان هستین، صادقانه کار کنین برای مردم افغانستان. شما ات نکنین که میایین در افغانستان میخواین که باشین و صادقانه که مردم افغانستان معامله نمیکنین. و این ترتیب گپ شما صحیح و این ما از شما یاد میگیریم. این موضوع رو باز ما ان شاء الله سرش بحث میکنیم. یک روز را سر موضوع پنجده هم تخصیص میدیم که شما هم موضوع پنجده را آگاه شدین. میگه مسجد مصطفی است بخیلیم، عبدالله است نامش. میگه تو یک مسجد هست که تو یک نقش نگار داره که در کل دنیا و مسجد نداره. او رو گرفته در منطقه پنجه واقع است که او رو آرزو دارم یک وقت برم امور ما ببینم. بله دیران جرگه امر کنید صاحب. صدیق متین در خدمتتون است. بله سلام علیکم. السلام علیکم برادر گرامی. از کجا تلفن میکنید؟ خدا معرفی کنید صاحب. سلام علیکم. خوب هستین محترم متین صاحب؟ زنده باشین، در پناه خدا باشین صاحب. امر کنید صاحب بالای ما. حالا محترم پیشتر تلویزیون محترم مسکنیار ما همین یک ویدیو کلیپ دیدم، بسیار زیاد متاثر شدم. اشخاصای معلوم الحال همونجا پیش از پیش من عطس میدونم پیش از پیش این چیزا را ترریزی کرده بودن. بله؟ ترریزی کرده بودن. بله. یک چند وقت پیشتر شما در ویرجینیا در امریکا یک شخص به نام نبی که در اونجا اول تلاوت قرآن شریف کردن. بله. او نبی که اصلا خودش آیت قرآن شریف هم علیه الذی کذبوا ایران غلط خوان و دوم خود نبی شخصی است که نفری بود که در بی بی سی 20 سال قبل در بی بی سی کار میکردن. خیره او موضوع طالبان این موضوعی که امروز توته کردن اونها آمدن کمک کردن که ما. خب یعنی اشخاص مثلا من ماریا قاسم میدونم خود از که در زمان زایشاه در یک حکومت 40 ساله که در غیر مستقیم در تحت حمایه انگلیس بوده، اونا جای تعصب میکنم، جای خجالت است که مثلا اونا چی حرفای صحبتایی کردن. اینا اشخاص معلوم الحال که فکر میکنم یک تعدادش از کمونیست‌ها، یک تعدادش از نوکرای انگلیس هم سابق و زمانهای سابق، اینا من فکر میکنم بسیار کار خوبی نکردن. اینا خود یک شخص ملی هستی، خودت یک شخص وطن پرست هستی، معلوم است. اما این اشخاصای معلوم الحالی که این کار کردن بسیار زیاد سخت متاثر شدم. بسیار مناسب ندیدم که آقای مسکنیات همچی یک کلیپ بگیره بانه و شخصیت شما تامین شود. خدای نخواسته. زیاد من متاثر شدم بسیار زیاد. برادر گل، ما خفام نیستم، ما خوش هستم که اینا زود شخصیتشون برملا شدن برای که کار ما بسیار زیاد اوج گرفته، کار مردم افغانستان. و وقتی که ما در سایت آیسای میرم میبینم دگانه چیزی که راست میته پاکستان موضوع دیورند است و موضوع مبارزه برادرای بلوچ هستند که ما همراه برادرای بلوچ هم یک جا شدیم و این بسیار پاکستان در راست انداخته، خصوصا همی عملاتی که سر مرکز آیسای کردن و دو مرکز آیسای یکی در کراچی زده شد و امپلویایش کلش گرفتن، افغانای ما از بین بردن و یک در پشاور در بین خود مردم آیسای افغانای ما جنگ شده بود که سرزمین موضوع. حال افغانای ما درک کرده که کارهایی که پاکستان میکنه داخل خاک افغانستان به ضد پشتون است، به ضد افغان است، این درک کردن. اما ما تاسف میکنم که اینا همچون یک توتر بالای ما کردن که پیسه گرفتی. من آدم هستم که با دائم و لکها دلار ما سالانه پیدا میکنم و در راه دیورند زدیم. همین 4 سال آید خدا ما در راه دیورند زدیم. خدا قبول کنه ما از کسی توقع ندارم تا که ما پیسه دارم و کار ما خداوند ترقی بده که ما بتونم همین موضوع دیورند با محکمه بین المللی ببریم، با ملل متحد بریم. این موضوع را تا که فصل نکنیم نمیمانیم. اما اینا میتونستن که ایره بسیار به شکل ملیش که ما از مو خاطر به احترام از یا ما رفتم جرمنی. متین صاحب اینوی که من فکر میکنم یه کامره مخفی بود، پیش از یک کامره مخفی بود. بله. شما را فیلم برداری میکرد. من فکر میکنم که این به امانگی بی بی سی که یگانه دشمن افغانستان است که سیاست خارجی وزارت خارجی تامین کننده بی بی سی وزارت خارجی انگلیس است
که سیاست از او را تعقیب میکنه. در افغانستان در زمانی که ما در وقت طالبان در اونجا بودیم این کس اصلا چی بود، بسیار اقتدار مردم هموطنان ما میگن که در زمان طالبان کس دوزی نمیکرد دیگه نمیکرد. خب اما دیگه رادیویی نبود در افغانستان، بی بی سی تبلیغ طالبان میکرد، میگه کسی این کار کرد برای این شکل دستش قطع میشه، اما تبلیغ من به نفع طالب میکرد. امیل انگلیس کرد، امی بی بی سی کمی خلقی و پرچمی ها هم در سرویس پشتوش هم در سرویس دریش کرد، کلش به منافع طالب تبلیغ میکنن. شما اگر متوجه شوین بی بی سی آل چندان قدرمندون نمیشه به خاطر رسانه ها زیادتر شده. یگانه منبع تبلیغاتی طالب هست انگلیس است، بی بی سی. بله یگانه جنایت کرد و این اشخاصایی که به همراه شما هم کشیشته بودن به شما که تعیین کردن اینا کلش به هماهنگی نوکری انگلیس و نوکری پاکستان آیسای هستند. حتما 100% خصوصا این ماری قاصد است چی است؟ در وقت یک ولسوار بود یا قراردار بود علاقدار بود چی بود؟ یک شخص عقب چون که در زمان اسرائیل 40 سال افغانستان در عقب نگاه داشته بودن، در تاریکی نگاه داشته بودن. میخواهیم که همین توسط این مزدورایش که من فعلا در جرمنی یا در هلند در هر کشوری که در اروپا و امریکا میخواهیم که توسط زمین و کرای خودم بازم ذهن مردم افغانستان مخشوش بسازن. اما انشالله یا موفق نمیشن، انشالله یا موفق شدنی نیستن. یا همین نوکرای انگلیس و نوکرای آیسای هستن. محترم متین صاحب زنده باشی برادر گل و انشالله سلام و احترامات ما را شما قبول کنین. ما خو هیچ کار دیگه نداریم، فقط خدمت به وطن و به وطندارای ما هستیم. ما کدام هدف هم نداریم، کدام مفاد هم نداریم. اگر ما مفاد می داشتیم این پیسای خودم مصرف نمیکردم. یعنی آمدن ما برادر گل اینمیال تقریبا 1.5-2 هزار دلار مصرف میشه. بله راست میگن. بله راست. ما براتون بگویم که هتل ما هتل موتر تکت طیاره شما از فلوریدا بیاین برین چی بگیرین در اینترنت برین قیمت بگیرین حداقل 1000 روپیه میشه. یعنی ما 3 ساعت برنامه میگیرم، 3 ساعت شما بسنجید چند میشه. ما اومدیم این پیسه خودم ما این مقدار شجاعت دارم، این مقدار دلی دارم. خداوند فامیلی مرا خیر بده که کتمام کاری میکنه. تابال یک نقطه را ذکر نکرده که پیسه را چرا در سر دیورند مصرف میکنی. متی صاحب اجازه بده این اشخاصا حتی سواد ندارن، اصلا قیافی از یا به دیپلمات نمیمونه، قیافی از یا به یک سیاستمدار نمیمونه. از هم 1-4-5 نفری که بودن فکر میکنم یک سوسیال خور سیاه و قوارشان افتاو زده و کار سوسیال خور اینا اصلا یک چهره یک ملی نداشتن که قواری یک ملیگران نداشتن. اینا یک اشخاصی بودن که فقط بگویی اشخاصی که از زیر بازار کوچه با خدا اینم یک چهره قواری داشتن. گپ زدن خدا یادم داشتن. اصلا اینا رو بیان در تلویزیون مسکینیار سای برن یک 5 دقیقه 1.5 ساعت اینا صحبت کنن که ما دیدم که یا مردم ببینن که اینا چی شخصیت هستن. بیادر گل یا مرا چی میگفتن؟ خب ما شورای دیورنجرگی جرمنی هستیم. خب 1000 دفعه شورا هستین با احترام کلتان بزرگا. خب منتها ما برنامه تا کوشش کنی که برنامه تا ما درست میکنیم. ما گفتم خب 1000 دفعه برنامه ما درست کنین. خب گفتم خب که شما برنامه ما را درست میکنین این مصارف ما را کی میته؟ او شما ما غرض نیست، او شما که ما کم نزن، او میفهمی خودت میدانی. ما خب وقتی که برنامه آمد موضوعات بسیار حاد بود، موضوعات سیاسی و یا ما گفتم شما با ما بگوین که سرچی ما گپ بزنم. خب بفهم هر چیزی که خودت گپ میزنی. خب ببینین که ما متوسله بسیار حوصله زیاد ما کتازیا کردم. بر ترتیبی میخواستن سنگ درای ما پرتن. اما ما چون یک آدم هستم که در فامیل تربیت شدیم، ما عزت احترام دارم و هر قدری که در مقابل ما بی احترامی کردن ما بازم باعث یک افغان احترامشان کردم. در مو خانی از اون نفری که ما بودم منتهای بی احترامی در مقابل ما کردن، منتهای که عکس بگی یا بگی ما اونجا قرار شده بودم سعی میکردم با خود فکر میکردم که سعی از برای خدا افغانستان در چی حال روز است، ما چی مشکلات نداریم. پاکستان میآید ما را میکشه رو 200-300 نفر ما
این کسایی که در اروپا هستن هنوز هم امو مزخرف هستن. با وادنت خدا که ما در کابل رفتم، برادرای افغان ما در کابل از یا که 100 چند دانسته تر و ملیتر هستن. بله صاحب، واقعیت است. اینا همه اقتدار زیادی نوکرایی که در وقت کمونستان بودن، همین نوکرها حال نوکرای امپریالیسم شدن، در دامان امپریالیسم افزیدن. حال در بی بی سی ببین، در سرویس دری و پشتوش همش خلقی و پرچمی تا که میتونه به منافع طالب تبلیغ میکند، تا که میتونه به منافع طالبان تبلیغ میکند. بیادر گل انگلیسی ایران در افغانستان یک قدرت بزرگ نشان میدن. اینا من به ایران میگم مرگ برتان، مرگ بر شما رادیوی بی بی سی، هر کسی که هستین، هر افغانی که هستین، چی در پشتوش چی در دریش، لعنت خدا بر شما. ما برادر گل یک موضوع رو ما براتون باید تشریف بتون برازی که امید دیورن جرگه اتحاد اتفاق افغانا رو میاره. اگر ما بتانیم که می برادرای طالب از زیر یوغ و اسارت آیسای بکشیم بیاریمشان این طرف کت خود و اینا میتونن که آیسای پنجابی رو بزنن، ما میتونیم که از یک جاشیم آیسای پاکستان میتونن بزنن، پنجاب سلطیش ختم کنن. اما آیسای نظر به شعبه تکنیکی که داره، شعبه تبلیغاتی که داره و یا از نظر اقتصادی هم ضعیف هستن. چرا اونا فامیلیشان ببینید در مناطق که زندگی میکنن کلش خاک از کوست و اولادای از محترم تبلیغاتش کس بی بی سی در افغانستان حال فعلا که تلویزیون هست، تلویزیون تولوس، تلویزیون یک است، تلویزیون یمر است. اینا کل این سه تلویزیون که وابسته آقاخان است، وابسته به خود انگلیس است، با بی بی سی است. اگر شما در غزنی یک چند وقت پیشتر، یک ماه پیشتر از غزنی باید تلویزیون ملی لایف نشان میده، تلویزیون یک اونجا نشان میده، حالا تلویزیون بی بی سی هم در تلویزیون یک در اونجا است. این سه تلویزیونی که هست، یک رادیوهایی که در نوکر انگلیس و نوکر پاکستان است، اینا همه تبلیغ میکنه که آقای طالب اعتراض طالب. اصلا این طالب نام نداره. طالب کی است؟ این طالب نیستن. اینا همه تبلیغات انگلیس است، تبلیغات انگلیس است که دشمن دینی ما هستند. اینا عالم که اینا اقتدار افغانایی که روشنفکر، کسی که به سواد از خودشو که روشنفکر تحصیل کرده هستن، در بی بی سی هستن. در بی بی سی به خاطر که یک پاسپورت انگلیسی داشته باشن، وظیفه درست داشته باشن، به اون خاطر خاک، ناموس، وطن، همه چیز خود میفروشن. در ولایت غزنی انتخابات پارلمان شد. از غزنی تمام ناظم وطنان هزاره آمد. با سرویس پشتو یک نفر به نام داود جنبش میگه هر کی از شیر خورد نوشش بد، یعنی به این معنا که امی اصلگی که تبلیغ تا که میتونه سرویس بی بی سی پشتوشی به نفع هزارات تبلیغ میکنه، تا که میتونه تاجیک امروی پشتون میندازه و در اونجا هزاره را در اونجا به منافع هزاره تبلیغ میکنه. امنش بی بی سی که به ارتباط از این هماست. من میگم که راستی که من به خاطر که مجبور هستم بگم، من میگم بی بی سی که افغانایی که در بی بی سی کار میکنین بسیار بی ناموس هست. ناموس تان فروختن و خانمایتان پیش انگلیس مرد برتان است، مرد برتان بسیار بی ناموس است. تشکر بیادر گل، بسیار زیاد لطف مرحمت کردین صاحب. زنده باشین صاحب، شما خدا خیر بتیتانه. ما یک نقطه دیگر هم یک تلفن دیگر میگیریم و موضوع دیگر هم این گپ میزنیم. دیوران جرگه بفرمایید صاحب. سلام علیکم. السلام علیکم برادر گرامی، در خدمتتان هستم، امر کنید صاحب. متین صاحب سلامای خدا برای شما تقدیم میکنیم. متین صاحب شما در این موضوعات خود رضا. الو بله گوشم است، بفرمایید گپای خود رضای مردم کدام جای جرگه دایر میشه، کدام جای در مقابل اتصاده میشه، گپا میزنه. همین موضوع که در جرمنی دایر شده بودن، ما دیدم یک نفر از جا خنده میکرد. این خنده
خنده به خاطر از این نیست، خنده به خاطر نابودی افغانستان، به خاطر نابودی ملت افغانستان، به خاطر نابودی او بیچاره مظلوم ملت که اونجا تمام این جرمنی معاش سوسیال گرفته اون جمعیه شما در مقابل شما که این دایه بزرگ شما پیش میبرین. ما بطی صاحب به یقین برای میگم که تنها در اروپا نه در افغانستان شما پشتیبانی دارین. شما به این ایمان داشته باشی که نام مثل که امالله خان احمدشاه بابا این موضوعات میشه امین نام شما هم در این ذکر میشوده. این رای حق گرفتین، این کاروان شما گرفتین جلایش به دست شما هستن، به منزل میرسانین ولی در منزل دلال ساگم در مقابل تو میایه روان میکنه روبان میایه اینو تو وحشی حیوانات در مقابل دهی ایچ خود نه مدارس خراب کو نه خود مایوس کو ملت امرایت هستن. این حق تو نیستن، حق کلگ ملت هستن. در مقابل کلگ ملت نمایشه نمیشته کو در تلویزیون نشان بده که این نفالی که بخیر چی خداوند حکم خداوند به این دعای خودت رسیدی امیر تلویزیون نشان بدی که اینی در مقابل ما ایستادن، در مقابل ملت غریب شما ایستاده بودن. اینی که ما را چی میکردن ما را باید بکردن سیاره پیسه میگرفتن. از کجا پیسه میگرفتن؟ اینا در مقابل ما ایستادگی میکنه. هیچ باید مایوس نشو دیگه خدا هم نسمانه بسن. السلام علیکم. روی تا میبوسم بیادر، زنده باشین. دیرانجرگاه بفرمایید. آقای متین سلام علیکم، امیدوار هستم صحتمند باشین. السلام علیکم بزرگوار، احترامات ما را قبول کنین، امر کنین صاحب. تشکر، لطف کردین. شما از پنجه، شما نه یکی از بینندگان محترم از پنجه و غرامات جنگی صحبت کردین. شما زمانی به خاطر ملت و کشورتان طالب غرامات جنگی از کشور روسیه شده بودید، ولی ما تا هنوز منتظری از این هستیم که اقدام شما تا کجا پیش رفته و نتیجه مثبت داده یا خیر. اگر شما از این ادعایتان روی ملحوظی که است دست کشیده باشه یا منصرف شده باشید، امیدوارم که مسئله و مسئله خط دیرانجرگه هم مثل خواستهای غرامات جنگی از روسا در بین اوراق گم نشه یا در روک میز باقی نمانه و یا به نوعی در نیمرایی به سابوتاژ گرفته نشه. امیدوار هستم که اگر شما معلومات داشته زنده باشین، زنده باشین، ما را هم روشن بسازید. زنده باشین، زنده باشین صاحب. بزرگوار هستین. بهتر بود که اصلا موضوع غرامات جنگی را ما شروع کردم روی ملحوظی که ما او را شروع کردم و به دیورند رفتم. موضوع ماهاتر است فعلا همین موضوع دیورند است که کلی خانه ما در دست پاکستان است و بندر سر ما بند میکنه، انفجاری روان میکنه، مسجدهای ما را میپرانه، فابریکات ما را میپرانه، پلای ما را میپرانه، بندهای برق ما را میپرانه. شما ببینین که از نگاه نظامی میگه که وقتی که خود ترابله کدی یعنی در روی زمین خو کدی، وقتی که دشمن میبینی از دور ببینی که کدامش نزدیکتر است. وقتی که دشمن نزدیکتر تا بزن بر از او، اگر نزدیکتر شد خود از بین میبره. به این ترتیب از نظر هدف ملی ما تعیین کردیم که اگر این موضوع دیورند به شکل ما بتانیم حل کنیم و شما خواهرها و برادرها بیاین امرای ما کمک کنین، نه ای که توطئه کنین
شما بیاین اقسام به اصطلاح مای 5 روپه 10 روپه به ما بتین که در اکانت تحویل کنین که ما بتونیم مصارف خود پورا کنیم. ما خو از این دست نمیوردارم، چرا هر کار را که ما نمیگم یعنی ما شروع میکنیم او را تا که با آخر نرسانیم نمیمانیم. میفهمین که یک موضوع دیران یک موضوع بین المللی، یک موضوع حاد بین المللی است. ما از واقعیت مطلع هستیم، چرا جغرافیای کل جهان تغییر میکنه، مثلا منطقه جهانی ببخشید از این منطقه جغرافیش تغییر میکنه. شما ببینید که ظلم و ستم آیسای سر برادرای بلوچ ما، بلوچای برادرای ما را میکشه هر روز، برادرای ازاری ما را میکشه، افغانای پشتونای ما را میکشه. ما اصل استراتژی ما ایسته که از ما که شارگاه آیسای قطع کنیم، افغانای خود پس این طرف بیاریم، پس بریم سر پاکستان، کل خاک خودی خود در 1 دقیقه میگیریم. خو اینال مشکل ما چیست؟ مشکل ما ایسته که و پرابلم امنیتی دارن. اوجر آیسای میگه که من خبر ندارم که 1800 کیلو گرم مواد انفجاری از خاک دیرانلاین ما داخل خاک ما میشه. میگه من هیچ خبر ندارم. شما برین نمیاله از ترخم مترفتیر شوین، آیسای میفهمه که شما کجا میرین، چی میکنین، کتکی گپ میزنین. اگه بخواه شما را 1 دقیقه میگیره. خوی سیاست درویی است که ما می سیاست درویی آیسای ما افشا کردن میریم. شما ببینین که فابریکات ما را از بین میبره، بردای برق ما را از بین میبره. ما را هیچ نمیمونه که یک زندگی کنیم. آل بریزی ها چی غرضی آمدن خاک ما را گرفته، هم بالای ما را 40 کیلومتر خاک ما را گرفته. و شما ببینین که افغانای ما که در اروپا بودن در مقابل ما توطئه کردن. خود چی در مقابل ما توطئه کردن؟ چی؟ نام ما را چیزی که خداوند متعال بر ما قسمت کرده و کار میشه دیگه. شما باید بیاین، ما شرمیدم میاله که ما باید اطاعت کنیم، اتفاق کنیم، عزت احترام یک دیگه خدا کنیم. من خوش ندارم، باور کنید که خوش ندارم که یک برادر افغان خدا نخواسته خدا من سبک کنم یا چیز بگویم. اما شما این کارهای ناافغانی رو نکنین دیگه به این ترتیب. ما با یک گلان تجارتی میریم، خوارا برادر عزیز باشین در لاینا تلفن میکفه، ما یک لاین میگیرم باز ما دیرانجرگاه بفرمایین امر کنین صاحب. السلام علیکم صدیق جان متین، ما حاجی فیضیستم. حاجی صاحب گل، خودت خو یک قهرمان هستی. وقتی که نو دیرانجرگاه را ما تاسیس کرده بودیم، خودت در کابل میرفتی، در میسر از شاشهی پاچا تا شارنو پیاده میرفتی، بازار کسا تلفن میدادی، راجع به دیرانجرگاه گپ میزدی، راجع به خط دیران گپ میزدی، مردم را پیسه میدادی. ما او کارایت هیچ وقت یادم نمیره. خودت رو واقعا یک شخص ملیستی حاجی صاحب. قربان چم دمی جلسه ما هم شیشته بودیم. همی جلسه را ما برای اینا گفتم نکنین همی کارا، همیاله که بشنون اینا که تو بدون اجازه ما عکس مرا در موبایل تلویزیون انداختن. ما یک آدم خورد نیستم، ما به اینا تلفنم کردیم، ما به اینا بشنون، همیاله باز هم بشنون و 100 دفعه دیگه باید بشنون. نه ما از آیسای میترسم، از هیچ کس نمیترسم جز از خداوند و هرگز ما از راه خود نمیگردیم. هدف ما معین است. یک کلگی افغانا باید بفهمه. در مابین جرمنی دیرانجرگاه از مابین لندن ما بودم و کسای دیگه که بود اسمایشان نمیگیرم، اونا بود با هم آوردیم نمیجه. ما رئیس تعیین کردیم، دیدیم که برادر کلگیش این دیگه حال موضوع شد که ریاست و که فلانی و فلانی، این دیگه حکومت زمان ربانی شد که برادر قند تو مارشال هستی و تو قماندان هستی و آدم به سواد آمد جنرالی داد و برادر قند تا چی وقتی تو میکنین که تا افغانستان بازی میکنین؟ اگه کس کار میکنی 1 دفعه 6 ماه رفته بودم، 1 دفعه 4 ماه. خبر دارم. من استاد هستم دمی اون خودت در تمام منا خبر داری. بالکل حاجی صاحب. ما میاله ما تا بالا چند نفر رفتیم تقریبا. ما به این دوستای خود میگم نمیاله از طریق تلویزیون شما ایره میشنوه، تلویزیون هم جهانی است، کل دنیا میشنوه. شاید ما به امرای وکیل پیش برم. میگم نماندنی یکی هم نیست. نه همین کارا میکنیم. نمیشنون ما خودمون در جرمنی. یکیش نو خانه داره، یکیش میگه نو خانه داره. دیگه ما کار ندارم، در خانهش در دیگهش کار ندارم. امو کسا کار دارم که همیز در تلویزیون انداخته و در تلویزیون آقای مسکینیار به قرآن اگه امو آقای مسکینیار که دیگر آورده بود در موبایل چینل خود که برای اسلام دو میزد و حدیث بد میگفت
باز ما ایران باز ما کت شما به شما میگیرم. صدیق متین یک انسان، ما به شما افغانا السلام علیکم، باز هم هزاران سلام به کل شما. هر کسی که در لندن میشنوه، ما حاجی فیضی هستم، برادر قندم. این صدیق متین یک مرد قهرمان است، یک مرد صحیح است، یک مرد صادق است. هر کس که میگه که ما اون طرفی که رفته بود در بلژیم گفته بودن که توطئه کرده بود که پیسه گرفته بود، برادرای محترم به خدا پیسه نگرفته. من میره به ثبوت به شما میرسانم که از کس افغانستان به کس نمفروشه. اینا یک کاغذ کشیدن در میدان انداختن که صدیق متین بر امریکا کمک میکنه. من موجه گفتم امیالم به شما برادران میگم که شما برادران رو در مابین بندازم. من گفتم که برادر ما در امریکا امروز یک امریکایی است. حالا ما او دست از رو بگیرم که بگم تو امریکایی نیستی؟ چرا ما میگه با خودتونیم؟ چرا ما تا چی وقت هم تو با خدا چی بتازیم؟ نه ترس حاجی صاحب ترس که وقتی که شما در جرمنی ما مترس، تمام جهان مترس، وقتی که شما سیتیزن یعنی باشنده یک مملکت میشین، دولت شما را قسم میته، میگه که شما با دولتی که سیتیزنش میشین. جان گپتان گرفتم، ما پاسپورت آلمانی هم دارم، به قرآن ما افغان هستم، به خدا از افغانیت خود تیر نیستم. اینه به قرآن اگه کل ما مترسیم، کل ما او وقت زمانی بود که او وقت زمانی بود که هر مردی که استاد میشه برد افغانستان، هر کسی که این گپ میزنه که افغان بد میکنه، ما از نگاه مجبوریت آمدیم در ملک خدا گرفتیم و ما پاسپورت های زیر قبول کردیم. بسیار زیاد تشکر حاجی صاحب. یک کمرشال میریم، ما روی تو میبوسم. تشکر، زنده باشید. اعصاب خراب است که نه اعصابت خراب نکنی، یک کار اشتکانه است دیگه. این کارا اشتکانه است. باید که ما اگه میگه شورای دیران جگه، خب باید که ما شورا میشد، که ما مشوره میشد. نه بابا، شورا مراد چیز درک نداره. که ما یکی هم گپ نزده، که قادر جان، که قادری صاحب گپ نزده، که دیگه نفران که تمیم جان، که هیچ کس گپ نزده، یا یک توطئه کردن کل دیگه را چیکار میکنن. ما باز که تجربه ما کار دارم، اگه جرگه افغانی بود، باز اینا اگه میبینن که اگه ما در پشاور براتون جرگه براتون دایر نکردن، داریم تفتین. باز اعصابت آرام میکنه حاجی صاحب. خیر پروانه داره، خیر پروانه داره. روی تو میبوسم. تشکر برادر محترم، قربان شما، روی تو ماش میکنم. برو خدا یارت. السلام علیکم. ما با یک کمرشال میریم، باز پس میریم تلفن های شما را میگیریم. ببخشید که تلفن میکفه، لینا بسیار زیاد مصروف است. کمرشال باید ما بریم.